سلام بچه‌ها، امیدوارم که خوب باشین. من سروش مقدمی ام و توی یه ویدیو دیگه کنار همیم. توی این ویدیو گفتم خیلی سریع یه توضیحی راجع به فارکس و ارز دیجیتال بهتون بدم که بتونین تقریبا خیلی خوب تصمیم بگیرین که اصلا وارد کدوم بحث بشین، بیشتر رو چه مبحثایی کار کنین و اصلا کجا بتونین دقیق‌تر و راحت‌تر ترید بکنین. اولین نکته رو بهتون بگم، وقتی که ما داریم تحلیل تکنیکال یاد میگیریم دیگه برای ما مهم نیست که دقیقاً چه اتفاقی میفته. هر چارتی جلومون بذارن، هر نموداری جلومون بزنن، یعنی هر کندل هایی که جلومون بزنن، ما کاملا میتونیم اونو ببینیم، بررسی کنیم، یاد بگیریم و بتونیم که باهاش معامله انجام بدیم. حالا من یه توضیحی بهتون میدم راجع به این دوتا موضوع، معایبشو میگم، مزایاشو میگم تو این ویدیو خیلی سریع که خیلی وقتتونم نگیره، که بتونیم خیلی راحت‌تر تصمیم بگیریم که وارد کدوم بازار بخوایم بشیم. بازار ارز دیجیتال بر فناوری بلاکچین، همون رمز ارزها هن، اصطلاحاً ارزهای رمزنگاری شدن، پشتوانه بانکی یا مؤسسه مالی ندارن. بیشتر شرکت‌های خصوصی هن روشون دارن کار میکنن و پشتوانه هاشون اینا میشن. خب دیگه همون حتما اسمش شنیدیم دیگه، معروف‌ترینش هم که بیت کوینه و داره کار میکنه و هزاران هزار ارز دیگه هستش، رمز ارز دیگه هست. بعد روی اینا چند مدل هم میشه حالا معامله کرد. یکی این که مهمترینش اینه که خب همون ترید هولد کردن اصطلاحاً، ترید نه هولد کردن اصطلاحاً، بریم یه ارزی روی قیمتی بخریم، مثل بورس خودمون رشد که کرد رفت بالا و بفروشیمش. و میتونیم رو بازار فیوچرزش کار کنیم که حالا توضیحات بیشترش رو بهتون میدم. هم اونجا دیگه بازار دو طرفه میشه، هم میشه بای گرفت و از رشد سود کرد و هم میشه سل گرفت و از ریزشش سود کرد. و ارزم موضوع شما که ماین کردنش هم هست، ماینر هستش که حالا اصلا داستانه متفاوت خودشو داره، میشه ارزها رو ماین کرد و حالا توی کیف پول نگه داشت. نگهداری این ارزها هم نیاز به هزینه داره. حالا این هزینه یعنی لزوما حساب بانکی نمیتونیم توشون این ارزها رو نگه داریم، یه توکن سخت افزاری میخوایم که خودش یه مبلغیه، یا میتونیم از کیف پولهای اپلیکیشنی استفاده کنیم که یه ذره راجع به امنیتشون و اینا هنوز صحبت‌هایی هستش. اینا میشه حدوداً معایب مزایای این بازار رمز ارزها یا ارز دیجیتال. حالا بریم سراغ فارکس. فارکس همون حالا فاریان اکسچنج میشه بازار تبادل ارزها، ارزهای بین کشورهای مختلف، یورو به دلار، دلار کانادا با دلار آمریکا، نمیدونم ین ژاپن با دلار، همه این ارزها با هم دیگه، و تبادل اونس ها و فلز ها، مثل طلا با دلار، طلا حتی با دلار کانادا، نفتا و حالا نقره و روغن و این مسائلی که تقریبا تو کل دنیا تأثیر گذاره. خب این بازار حجم نقدینگی خیلی بالاتری داره، حدوداً چندین برابر، بیش از 10 برابر نقدینگیش بیشتر، یعنی 10 برابر بیشتر از نقدینگی ارز دیجیتال بازار فارکس. نقد شوندگی خیلی راحت‌تر و سریع‌تری داره و شما نمادهای بیشتری دارین برای ترید کردن روش. بازار کاملا بازار دو طرف است، یه مقدار پیچیدگی داره، بسیار خبر محوره، یعنی اخبار واقعا میتونه بازار رو تکون بده، متحول کنه، افتاد دستم، روندها رو جابجا کنه، اصلا یه دفعه روند مثلا ریزشی رو تبدیل به روند صعودی کنه، اصلا خیلی چیز خبر محوری هستش. ولی یه نکته بسیار مهمی که این بازار داره و خود من خیلی خیلی عاشقشم، اونم اینه که بچه‌ها ببینین بازار داره تقریبا کل اقتصاد جهان رو میچرخونه. یعنی از بچگی ماها یادمونه اونس جهانی اینجوری شد، نسبت دلار به یورو این اتفاق براش افتاد، شاخص بورس فلان کشور، شاخص بورس آمریکا با اینقدر واحد افزایش یا کاهش، یه اتفاق. و ما روی همه اینها میتونیم ترید بکنیم. ما رو قیمت نفت میتونیم ترید بکنیم، رو طلا میتونیم، رو نقره میتونیم، رو تبادل بین یورو و دلار میتونیم، و اینها اقتصادهای جهان رو دارن تکون میدن. یعنی پشت این اتفاقا یک علمی هست، یک تفکری هست، یه تحلیل درستی هست، برعکس ارز دیجیتال که مثلا نهنگ میاد یه دفعه قیمت مثلا 400 برابر میشه. خب تو این قیمت 400 برابر شدن ما خیلی اتفاقا میتونه برامون بیفته. یه دفعه نهنگ میره، قیمت یه عالمه میریزه، چندین درصد زیاد میریزه و ما میتونیم کل سرمایه‌مون رو از دست بدیم. البته بگم تو همه بازارهای مالی ما میتونیم کل سرمایه‌مون رو اگه خیلی نکته ها رو رعایت نکنیم از دست بدیم، اما خب اونور خیلی متفاوت تره. و عرضم به حضور شما که همین این دقیقا این نکاتشه که میتونید نگاه کنید. فقط یه داستانی که داره ارز دیجیتال، خیلی الان توی این برهه زمانی رو بورس اومده، تبلیغات خیلی راجبش هست،
همه دارن درباره‌اش صحبت میکنن، همه میگن که حالا یه مقدار خیلی زیادش به خاطر افت وحشتناک بورس خودمون هم هست، اما خب کل دنیا خیلی داره تبلیغات زیادی روش انجام میده. ولی اینو بدونید که میزان نقدینگی که تو بازار فارکس هست چندین برابر بازار ارز دیجیتاله. و یه مدی دیگه که ارز دیجیتال داره، الان یه دفعه یادم افتاد، این چون بر پایه بلاک چین هستش، خیلی باید توی نقل و انتقالاتش مواظب باشیم که گم و گور نشه از کیف پولمون، چون همش با توکن جابجا میشه و این یه مقدار حساسیت بیشتری داره نسبت به حالا بازار فارکس که با حسابهای بانکی جابجا میشه. و به عنوان نکته آخر، ما تریدریم، معامله گریم، برای ما فرقی نمیکنه، ما فقط باید یاد بگیریم که چجوری تحلیل کنیم و یاد بگیریم که چجوری احساساتمون رو کنترل کنیم. پس خیلی برامون فرقی نمیکنه که چه نموداری جلومون بزن، هر چی که باشه میتونیم تحلیل کنیم. هم بیت کوین رو میتونیم تحلیل کنیم، هم طلا رو میتونیم تحلیل کنیم، هم میتونیم مثلا شاخص داو جونز آمریکا رو تحلیل بکنیم. خیلی برامون تفاوت خاصی نمیکنه این موضوع. بیشتر از همه 90% مهم اینه که احساسات و روانمون رو بتونیم کنترل کنیم و 10% هم آموزش درسته. حالا تو ویدیوهای بعدی دوباره راجع به این آموزش‌ها و اتفاقا با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. ممنون میشم که تو شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین. آدرسش رو براتون این پایین گذاشتم. دم شما گرم. فعلا